امروز همه دشمنها دست به دست هم دادن. برادران عزیز، این حرف ساده نیست که دختر شهر جامی و رازی و انصار به دوش شروع کند. آیا ما در کتاب‌های فقه نخواندیم؟ آیا ما از بحث بزرگان و از علمای خود ما نشنیدیم که باید زنها و قرن فی بیوتکن، در خانه های خود مستقر باشند، باید زنها با عزت و با عفت باشند؟ من برای او خواهرانی که به حرف انسانهای مذبذب کردن، به حرف انسانهای درو و درنگ کردن، برای اونها میگویند خواهر عزیز شاید ندانستی اما بیرون شده ای، این را بدن. در کشورهای اروپایی، در آمریکا و اینها یک زن از یک حیوان پستر شده است. امروز میخواهند تو را هم از حیوان پستر بگردانند. آیا میدانی تو جواهر هم یک سنگ هست، سنگان داخل کوچه هم یک سنگ هست. کسی یک دونه قیمتی از جواهرات دارد، آیا طلا هم یا بالاخره از اون مرجان و از حقیق و از اینها سنگهای قیمتی، اون هم سنگ است، سنگ که داخل کوچه و بازار هم افتاده سنگ است. چگونه انسانی که سنگ حقیق را ببیند، سنگ قیمتی را ببیند بر می دارد؟ آیا شما انگشترهایی که حقیق دار هست، هر کدام برادرها دیدیم که اطرافش نقره‌کاری است و بعد اون انگشتر به دست می شود تا اینکه ضربه با او سنگ حقیق وارد نشود، چون سنگ قیمتی هست، اطرافش نقره گرفته شده است، اما هیچ کس سنگ کوچه را بر نداشته، برای خود انگشتری نساخته. زنهایی که در اروپا زندگی می کنند، زنهایی که در آمریکا زندگی می کنند، اون زنهای اروپایی، زنهای غرب زده، اونها تبدیل به سنگ و ریزه کوچه ها شده اند. هر کس اونها را پایمال میکنه، هیچ کس توجهی نداره. خواهر برای تو میگویم، امروز تو حقیقی، امروز تو طلایی، امروز تو به منزله یک سنگ قیمتی. اطراف تو را شریعت طلاکاری و نقره‌کاری کرده، گفته وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. متوجه باش خواهر، امروز تو را به دوش بیرون کردن، امروز تو را به ورزش بیرون کردن، امروز تو را به خیابانها ریختندن، امروز تو را به دکانها نشاندن، امروز تو را به کوچه و بازار بیرون کردن. فردا تبدیل میشی مانند ریگه های کوچه، هر کس تو را پایمال میکنه و بی ارزش میشوی. این را برای تو میگم خواهر مسلمان، برادر عزیز و بزرگوار، شما متوجه باشیم که این زنهایی که اینقدر شریعت برایشان ارزش داده، امروز میخوان اونها را مثل یک سنگی که داخل کوچه افتاده، اونها را بی ارزش بگردانند. پس الحیا شعبة من الایمان، حیا شعبه است، حیا شاخه است از شاخه های ایمان. زمانی که حیا از وجود انسان رفت، حدیثی داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند زمانی که انسان حیا نداشت، هر کاری که از دستش میآید انجام میدهد و باید هم انجام بدهد، چون حیا ندارد. شاخه از شاخه های ایمانش خشکیده و شاخه از شاخه های ایمانش رو به رکود و از بین رفتن هست. برادران عزیز و بزرگوار، چیز دیگری که عامل بی حیایی هست، نه تنها ما از وزارت اطلاعات فرهنگ گیله نداریم، از وزارت معارف خود هم گیله داریم. وزارت معارف اگر امروز کار میکند، آیا اکثر مکاتب را هر کدام من و شما آگاهی داریم؟ امروز در اکثر مکاتب، همه مکتب ها را نمیگویم، ما در مکتب ها معلم های خوبی داریم، معلمه های خوبی داریم، معلم ها و خواهرانی داریم خیلی محجبه و با حجاب، خیلی معلمان دلسوز، اما در کنارشان ما معلمان بی حیایی هم داریم. زنی که داخل مکتب می رود، برادر عزیز و بزرگوار، وقتی فرزند خود را مکتب روان می کنی متوجه باش، خیلی از خواهرایی که اونها داخل مکتب میروند، برای اطفال درس یاد نمیدهند، برای اطفال تلاش نمیکنند، برای اطفال ارتباط به ادبشان کار نمیکنند، اما کارشان کار بی ادبی، کارشان کار بی حیایی از کجا به وجود می آید؟ معلمی که خود را آرایش کند، معلمی که لباس فجی بپوشد، معلم چگونه سر صنف استاده شود و شاگرد چگونه از او چی یاد بگیرد؟ پس معلمی
که سر صنف با آرایش می رود، معلمه‌ای که سر صنف با اون لباسهای فجی می رود، جز این که برای شاگردان مد و مدپرستی و بی‌حیایی را یاد بدهد دیگر چیزی نیست. خیلی از مکاتب داریم که اصلا این رعایت نمی شود. درس بی‌حیایی را دیگر شاگردان مکاتب از کجا یاد می گیرند؟ وزارت معارف باید متوجه باشد، ریاست معارف باید متوجه باشد، مدیران مکاتب و سرمعلمان مکاتب و معلمین مکاتب باید احساس مسئولیت بکنند که پروردگار عالم به روز قیامت از ما پرسان می کند. لحظه تفریح مکاتب به یک اداره زن و مرد نشستن و داخل اداره خنده و قهقه و مزاح و اینها صورت بگیرد، وقت تفریح اطفال و شاگردان از بیرون نگاه بکنن که معلم زن و مرد با هم دیگر میخندن، معلم زن و مرد کنار هم نشستن، آیا او شاگرد حیا را میآموزد یا بی حیایی را؟ پس باید وزیر معارف و وزیر اطلاعات فرهنگ و رئیس معارف و همچنین رئیس اطلاعات فرهنگ احساس مسئولیت کنند. به خدا قسم به روز قیامت از هر کس پرسان می شود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام ما مسئولیت داریم به اندازه توان خود. از رئیس جمهور خیلی پرسان می شود، از وزرا به اندازه وزیریشان، از کابینه به اندازه کابینیشان، از معلم به اندازه معلمیشان، از مدیر مکاتب به اندازه اون مسئولیتشان. از هر کس پرسان می شود.